سلام عرض میکنم به همه شما تماشابینان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. باوری دارم که همه شما خوب و سلامت هستید و ما امروز در این شب تاریکی آمدیم به خبرگیری عمر جان 7 ساله. دوستان عزیز، همه شما عمر جان 7 ساله را خبر دارید، میدونید که چگونه بیماری دارد. عمر جان 7 سال باز است از بیماری سرطان خونین اذیت میکشد و ما چندین مرتبه به خانه عمر جان رفته به شما نوار گرفته نشان داده بودیم و چندین مرتبه دیگر به بیمارخانه آمده و خبر گرفتیم و به شما خاطررسان کردیم که چگونه بیماری دارد و دکتران میگویند که هر چه زودتر او را باید از تاجیکستان به دیگر دولت‌های بیرون از کشور خودمان بوده طبابت گیریم. خوب دوستان، امروز آمدیم به خبرگیری عمر جان 7 ساله و ببینیم که در چه حال است. عمر جان را در یک ماه 2 مرتبه در بیمارخانه خودمان قریه بابا در یک ماه 2 مرتبه خون می‌دهند و ما آمدیم به دیداربینی عمر جان. با ما باشید. دهن یک نوس بس توقف بس عمر جان بس Klişko sabır. İsteti de kırçakız. Görüne kokuyor. Tu derse takışıyor ki safet katına. جانی چه بس عمر جان بس جانی چه بس Hazır dokunulmaz. İşletmeyi kalabilirsin. Tamam. Umar Can çıkardı. Sağlaması yok. Ama tarafsız. Gücü de arkadaşlarımız yok. Çok gücü. Tu söz mü şey yapıyor? Asi çandı mı kadar istesin? Umar Can. Ha? ما باوری دارم که ساز میشه، خوب میشه، دیگه خونت نمیرسن، دیگه دست درد نمیکنه، دیگه هیچ جا درد نمیکنه. مایه؟ خب دوستان عزیز، اما همین عمر جان 7 ساله که میبینید از بیماری سرطان خونین که اذیت میکشه و با چشم گریان ببینید که چقدر عذاب کشیده استاده است. از همه شما خواهش دارم که آن نفرانی که میخواهم به عمر جان دست کمک درست کنند و بیشتر از در دیگر نوارها شما دیده عمر جان را خبر دارد. آن نفرانی که میخواهند دست کمک درست کنند من رقم‌های مادرش را به
تحته زیبابت مادرشان را میگذارم و اگر معلومات خواهید گرفتن و با مرجان طریق ویدیویی خواهید اگر صحبت کردن مرحمت زنگ بزنید و کمک خود را در اختیار دارید. باوری دارم که همه یک جا شده مرجان را طبابت میکنه. انشاءالله که مرجان با پا میخیزد و صحت و سلامت میشه. خوب شکر. السلام علیکم. ساز نغز ما 7 سال شدم در این دختر خواهم میگم که برم رسیال چلی کنم سازشم کلانشم بیام در جبه کلاسون رو برمیگردم و همش کار کنم برمیگردم خیلی